شاید برخی توسعه تاجیکستان را نپسندند، مهم نیست. اما ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران معتقدیم پیشرفت تاجیکستان پیشرفت ماست، امنیت تاجیکستان امنیت ماست. باور ما اینه که هر گامی که در جهت پیشرفت در کشور تاجیکستان برداشته میشه عزت همه ماست. لذا در این جهت حتما از هیچ همکاری فروگذار نخواهیم کرد و این ارتباط رو مفید می‌دانیم برای دو ملت، دو کشور، منطقه آسیای میانه و یا در ضمن همکاری سازمان‌های. شاید برخی توسعه تاجیکستان را نپسندند، مهم نیست. اما ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران معتقدیم پیشرفت تاجیکستان پیشرفت ماست، امنیت تاجیکستان امنیت ماست.